یک روز صحبت درباره خودکشی هاشه در پروکراتورا. در 5 ماه سال 2010 نسبت سال 2009 علاقه خودکشی زیادتر شده است. ای 12 ماه سال 2009 دیده این همی 5 ماه 2010 ده خودکشی زیاد شده است. اما میگن که شما ملاها کار نمیکنی، مردم دعوت نمیکنی. اگر شما مردم دعوت میکرده، اگر مردم میدونستن که خودکشی حرام است، شخص خودکشی میکنه در دوزخ انداخته میشود، از رحمت خدا محروم میشود، در این صورت مردم خودکشی نمیکردن. من گفتم برادرای عزیز 10% مسلمانای نمازخانه اگر جمع بیاریم تمام مسجدهای جمهوری تاجیکستان نمیبرش. اگر در مسجدها جا کنیم افسوس صد افسوس که حتی 10% مردم نمازخوان نیستند. شما از ما چی طلب دارید؟ او کسایی که اهل مسجدن، اهل نمازن، هرگز خودکشی نمیکنن. هیچ نفر از فرزندای اونا خودکشی نمیکنن. کی خودکشی میکنن؟ کسی که از عبادت دور است، از دین خدا دور است، از مسجد خدا دور است. آخه اون مردم به مسجد نمیآیند که گپی ما را گوش کنند. میخواهی که به مردم برسونیم، از دست ما نمیآید. شما تشکیل کنید میزی مدور، مقامات حفظ حقوق، میلیسیا، حقوقدان ها را جمع کنه، از یک طرف یک چند دوملا را دعوت کنه، تو هم از نظر قانون هم از نظر شریعت اسلامی به مردم بفهمونن که حکم خودکشی چی است. در صورت نمیکنن. همه مسجد نمیآیند اما تلویزیون را همه تماشا میکنن. حقیقت داره. حقیقتا افسوس صد افسوس که همین زرق برق دنیا کور مو کرده است. نه خدمت مسجد میریم، نه فرزندا را تاکید میکنیم، برای یک کاری اندک نماز جماعت را ترک میکنیم، خیلی میگیم با توخگی میخونیم. برای یک کاری اندک دنیا نماز قضا میکنیم و میگیم خیلی قضایی میخونیم. فراموش میکنیم که ترک یک نماز گناه کبیره است. گناه کبیره را در هیچ حجت نه اومده است که خدای تعالی البته میبخشش. در هیچ حجت نه اومده است که حج خانه خدا کفارت گناه کبیره باشد. یغفر لمن یشاء. هر کسی را خدا بخواه می آمرزه، اما اگر خدا نخواه نمی آمرزه. یک سخنی تلخ میشنویم در وقت جنازه، مثلا بعضی‌ها را میگن ای برادرو به نماز بیایی، پگه شما را میبری همینجا میورن میمونن تو. شاید 1 ساعت نیم ساعت تاثیر کنه اما بعد بو فراموشش میکنیم، از یاد مو میره. متاسفانه خصلت فرزند انسان همی است. حضرت امام محمد غزالی روایت میکند، میگه یک مرد عازم سفر میشود، در راه میبروید، در بیشه میرفت، ناخواسته ای سری راهش یک شیر پیدا میشود. این جان بسیار شیرین ای خون است. جانش میگیره و میگریزه خفا. شیر از خفاش تخته اومده است. میآید که راه تمام میشود، از پیش یک جری پیدا میشود، بسیار قعرش چقر، یک بطه به دست شاخی همون بطه را میقپه، یا نوده بطه را خچه اویزان میکنه. اویزان میکنه که پایونه نگاه میکنه که خدمت خیلوه در زمین پرتو مستعد. نگاه میکنه یک اژدها اومده است در همون پایان، دهنش باز کرده منتظر ایستاده است که کی همی میغلطیده باشد در کامون فرو ببرمش. ای بالا شیر نعرزد است، ای پایان اژدها انتظارش داره. بیچاره جانش در تلواسه غلطیدگی، نه بالا برماده میتونه نه پایون رفته. همین وقت 2 موشک جگر ریخته دیگه پیدا میشوند. همون نوده را که قپیده است از 2 طرف خویده را سر میکنن. همین یک پوستکش مونده است، پوستی نوده اگر که کنده شود راست میره در قری اژدها میزنه، در کامی اژدها. بیچاره دیگه دست دل از حیات شست است. اما پهلوی جر نگاه میکنه، یک توسنگ کلون. قدرت خدای تعالی هم توسنگ شکاف شده بود دست به مرور زمان. زنبورای اصل یابایی در هموش سلوخی ها هلچه کرده بیاد، اصلاش نمیوردیان در همونجا ذخیره میکردیان. آفتاب که تفته ایاموش شکافی اصلا بیرون شدیان. وقتی آفتاب گرم باشه اصل استوستد حجمش کلون میشه، بعد او کشی جوری میشه، تنه همون سنگ پری اصل. و میگه کویا بچشم کمتر دستاش تر میکنه، در زبانش میلیسه که با درجه اصل شیرین های. خب بچه میگه شیرین بدست.
یک مشتی دیگه میگیره پر میکنه میخوره. همو قدر به همو اصل اووره میشوه که دیگه شیر هم فراموش میکنه، اژدها هم فراموش میکنه، موشک‌ها هم خاطرش میره که حاضی هم نوده را میکنن خلاص میکنن. بعد امام غزالی شرح میده که بنده مؤمن همو شخصی که من قیسش میکنم تی اشته در سرت بگی او شیر عجله. ای دل صفتی نفسی بدندش مگیر، او جهل نی صورت از این بیش مگیر. کوتاهی عمر بینگر غره مشو، چندین عملی دراز در پیش نگیر. انمو شیر عجل آهنگی تو داره قدم به قدم اومده است. او اژدها را که دهنش باز کرده است منتظر دستوده دوزخ ای همه که کنده شدی راست میره در قعر دوزخ میزنی عمل که نداشته باشی. یک مرد ریباخور سودخور پرسین میخورد است خونه سوخته میبرد از بالای بام میغلطه گردنش میشکنه و میبرند در خواب میموننش. شب در خواب پسرش میدروید. پسرش میگه پدر جان چه حال داری؟ پرسش منکر و نکیر چه خیل جواب دادی؟ و تو ای زخته قبر چه خیل خلاص شدی؟ عذاب قبر بر تو چی نشد؟ و گفت بچه جان کدام منکر و نکیر کدام زخته قبر هیچیش نمیدونم، ای همین بالای بام راست در دوزخ غلطیدم. بعضی گناهایی هست بعضی فسقهایی هست که به حساب و کتاب صاحب شد دوزخ میبره، به سوال منکر و نکیر راست دوزخت میبره. گفت همین بالای بام راست در قعر دوزخ غلطیدم. انمو اژدها را که دهنش باز کرده است ایستاده است دوزخ است منتظر ایت ایستاده. او دو موشک یک تش سفید یک تش سیاه این همی شب و روز ای هر روز تناب عمرت خویده کم کرده است. یک روز کنده میشه و راست میره در قعر دوزخ میزنی. و او اصلی که او قدر تر مویل کرده است اینمی دنیا های خاک در سر این دنیا که به حد آدم مویل میکنه به حد آدم غرقه میکنه که دیگه همه را فراموش میکنی. نمازی را که تکبیر اولش از تمام نوش نعمت دنیا اولاتر است نماز دیگه در چشم هیچی نمیتوه. یک بابای سفر همسایه داریم تاکسیست ای ریشش تا ناف شای باور کنی. یک روز میگه داملا طهارت کرده بودم بخواستم مسجد بیام نمازی پیشینه بخونم که یک کلینتی 10 سامانی اومد. خچکا کنیم آقی نفقه اهل عیال فرض ای همون کلینت گرفتم بردم اومدم که نماز دیروله کردم. گفتم خب در وسوسه شیطان غلطیدی خاک در سرت. نمازی را که یک تکبیر اولش از تمام نوش نعمت دنیا بالای و 10 سامانی فروختی شرم نمیداری؟ یک مرد اعرابی یک روز اومد در مسجد نماز خوند بسیار سراسیمه بسیار بیزیب. وقتی که از خانه خارج شد از مسجد در نظر دارم صحابای پیغمبر طعنش زدن گفتن همین هم نماز چی داره اطلا صدقه نمازت کنه نخون نماز هم خیلی بخونی اینقدر سراسیمه مثل مرغی که دانه میچینه سر تا سراسیمه در سجده میزنی. حضرت گفت یگان نفرت بریک و هم نمازش خریداری که میفروشش. حضرت ابوبکر صدیق از قفاش برمد ای مرد گفت یا حضرت صبر کن همون نماز تا بیا با 10 دینار به من بفروش 10 دینارش 10 سکه طلا ای. گفت دیوانه شدی تو من عبادت خدا را به تو میفروشم؟ بیا گفت با 100 دینار بفروشش. گفت نمیفروشم. رفتم گرفت ای قفاش صداش کرد ای مردک 1000 دینارت میتم. ای مرد گفت قسم به خدا اگر تمام دنیا را بتیم اون نماز به تو نمیفروشم. من عبادت خدا را به تو میفروشم؟ این نزگره می کپیتال از آخرت ما به تو میفروشمش برای همین دنیایی که امروز هست پگه نیست. اما افسوس و صد افسوس امروز احوال ما متقلب شده است. با 10 سامانی نماز جماعت هم میفروشه ثواب جماعت هم میفروشه. حضرت حاتم اصم یکی از اولیاء الله بسیار شخصی بزرگ است. یک روز سراسیمه مسجد اومد که علاقه مردم نماز جماعت خوندین خلاص کردین. در اومد یکی از رفقاش با نام ابو اسحاق بخاری از جاش خیز گفت یا حاتم انا لله و انا الیه راجعون تعزیه ما را قبول کن و سرت مصیبت اومد. بعد حضرت به درد میگه
نماز جماعت میگه ترک شد. غیر از ابو اسحاق کسی تعزیه بیان نکرد. اگر بالفرض فرزندم بمبره هزارها آدم خونه میره برای تعزیه بیان کردن. نمازی که ای فرزندم بولوای، ای زنتم بولوای، ای مال و ثروت دنیات بولوای فوت میشوه کسی پروا نداره، گویا هیچی نشده است. لو مات لی ولد لعزان اکثر من 10,000. اگر پسر میمرد 10,000 آدم می اومدن تعزیه بیان میکردن. لان مصیبت الدین اهون عند الناس من مصیبت دنیا. چرا؟ زیرا مصیبت دین امروز در چشم مردم از مصیبت دنیا دیده کمتر شده است. پس این نمازی که با جماعت ما و شما میخونیم یک هدیه الهی است برادران، این نعمت الهی است. باید شب و روز شکرگزاری نعمت خدا را کنیم که ما و شما را خانه خچه راهش نشان داد، ما و شما را اهل مسجد کرد، ما و شما را اهل سجود کرد. میایم عبادت خدا را میکنیم در ساعتی که مؤذن به امر خدا بنده های خدا را به خانه خدا دعوت میکنن. این میفهمه چی دولتی بزرگه. در حدیث قدسی اومده است خداوند بزرگ میگه این بیوت فی ارض المساجد، با درستی که خانه های من در روی زمین مسجد ها هستند. فطوبى لمن تطهر فی بیته ثم جاءنی زائرا. پس خوشا به حال او بنده من که در خانه طهارت میکنه یا غسل میکنه بعدا به زیارت من بیاید. یعنی که شخصی که به مسجد میآید خدای تعالی او را زائر خود خوانده است، زیارت کنی خود خوانده است. یک شیخی تبرک باشه صدها کیلومتر هزارها کیلومتر زیارتش میریم که همین شیخ بسیار شیخ متبرک است. خانه خدا هستی. کسایی که به خانه خدا میان زیارت خدا میآیند. خوشا به حال شو. و خدای بزرگ با او بنده هایی که در مسجد بیاین با ذکر مشغول میشوند فخر میکنه، فخر میکنه. خدایی که ما را آفریده است از یک نطفه آب منی، خدایی که پدر ما را از یک مشت خاک خلق کرده بود به همین بنده های ناشدی خودش فخر میکرده است که ای ملائکه ها ببین بنده های مرا، اگر چند هوا گرمه، اگر چند داخل مسجد بوغه، بعد عبادت من با ششتیان ذکر گوش میکنن، قال الله و قال رسول الله گوش میکنن. شما نمیگفته که پروردگار رو در روی دنیا آدم خلق نکه که خونی به ناحق میریزن، جور میکنن، ظلم میکنن؟ اینا ببینه بنده های مورا. خوشا به حال کسی که پروردگار به او افتخار کنه. کدامین دولت دانی تزیم بیش که خواند کردگارت بنده ای خیش. از این دولت زیادتر میشه و که خدا بگه که فلانی بنده ای ما. یک رئیس ناحیه اگر در مجلس تعریفت کنه تو یک ماه ای شادی را در کرتت نمیگنجی که رئیس تعریفم کرد. سبحان الله. با یک رئیس اگر یک بار سلام کنی تو یک ماه خرسندی میکنی میگردی که با فلانی با دستکی سلام کردم. خدای بزرگ با اون مجد عظمت که آفرنده همه این رئیس های با بندش افتخار کنه. قسم به خدا از این دولت زیاد نمیشه. آن عزیز گفت شد 70 سال تازی شادی میکنم و از وجد حال که این چنین زیبا خداوندیم هست، با خداوندیش پیوندیم هست. یک بزرگ میگه که 70 سال شده است که از شادی و خرسندی را در کرتم نمیگنجم که اینقدر خدای بزرگ دارم، خدای مهربان دارم، خدایی که امرم کرده است که پیش قرائت قرآن بسم الله الرحمن الرحیم بگو، به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. این خدایی که به من ای بنده مؤمن گفتم راجعت میکنم، ای بندگانی من گفتم راجعت میکنم. تو مشغولی به جویایی عیب کی کنی شادی به زیبایی غیب. تا وقتی تو عیب جویی میکنی که این مردک وقتی ما را گرفته است در اینجا لق میکنه یا بچه ای را دهنکش کج بدست یا صداش نافارم بدست، تا از کجا به زیبایی غیب میرسی؟ از کجا زیبایی غیب ببینی؟ عیب چشم بکشایی به عیب دیگران، چم بگویم عیب خود کوری بران. عیب دیگران را میبینی اما در خود چنان کوری هستی. فلانی فلان کرده است، بسمدانی را اینه قداد است، و خودت یک اندیشه که پروردگار بزرگ
مگر به تو نعمت نداد؟ کم نعمت داد است. اگر قسم به خدا هم علیس بگذاریم همه شکرگزاری بدن سالیمونه سال 12 ما سرمونه ای سجده الهی نبرداریم ادا کرده نمیتونیم. فقط الان شکرگزاری بدن سالیمه، بدن سالم که اعضاهای زیاد داره. قسم به خدا اگر فردا روز قیامت خداوند ما را مناقشه کنه ما شکرگزاری همین ده چشم بینامون کرده نمیتونیم، چه برسه به دیگه اعضای بدن. افسوس و صد افسوس که به قدر این نمیرسه. شما بزرگی و نعمت چشم بینا را از کورا جویا شوید، نعمت دو گوش شنوا را از کرا بپرسه، نعمت سلامتی بدن این پاهایی را که حرکت میکنند میروند از آدمای شل از آدمای مفلوج بپرسه که چی نعمتی بزرگ است. افسوس که نمیفهمید. یک بزرگ به دست از بنی اسرائیل قصه میکنند عصرهای پیش زندگی میکرده است. در شهر از بس که مردم فاسق و فاجر در شهر زیاد بودن بیچاره یک روز پیش خدا التجا میکنه که پروردگارا من در اینجا به طوری باید شاید عبادت تر کرده نمیتونم، همین مردم فاسق و فاجر مانع میشوند. یک بدبخت زیناکار را میبینم تا خیلی مدت غمگین و اندوهگین میشم. یک آدم بینماز را میبینم تا خیلی وقت در فکر او میغلطم من نمیتونم که با تو خلوت کنم پروردگارا، نه که از این مردم فاسق دور بغلطم در تنهایی عبادتی تر کنم. قصه کوتاه یک روز که جای سفر میکرده است در کشتی سوار میشود، کشتی در گرداب میغلطه، در گرداب میغلطه، سرنشینای کشتی همه غرق میشوند. خدای تعالی همین راهب و عالم نجات میده، در یک تخته شکسته همون کشتی میچسبه، پروردگار همون را به توسط شمال میاره در یک جزیره میبرورش، یک جزیره ای که مسافش 100 زیرا در 100 زیرا بوده است، 100 گز در 100 گز، پهمیشم و دروزیشم در بین بحر شور، در میان همون سنگ یک چشمه که آب شیرین جاری، در لوی چشمه یک درخت انار سبزیدگی میآید، سایه همون انار را میگیره، گرسنه مونده بود در او تو از غرق نجات میشود که خیلی انرژی صرف میکنه. میبینه که در تنه در انار یک درخت یک اناری سبزیدگی، انار را میشکنه میخورد، از آب استعمال میکنه، بعد به عبادت خدا مشغول میشود. همین یک کپچک میکنه از برگای درخت، 500 سال در سایه همون درخت عبادت خدا را میکنه. ای همه دور فقط به عبادت خدا مشغول. 500 سال مردم پیش عمرش دراز بود، کم عمرترین مردم اینمی عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اینمی خلق آخر زمان. حتی روایت میکنن یکی از صحابه پیغمبر بوره در یک جزیره میغلطه، یک کمپیره که میبینه که گریه داره بالای سری فرزندش، بچه مای پیشش میاد میگه موما، میگه بچه چند ساله بود؟ مرد. میگه 300 ساله. سبحان الله. میگه ای تو 300 ساله را میگه جوانمرگ شدی بچه ما 60-70 سال عمر میبینیم میگیم خیلی عمری دراز دیدیم، این نخود در 300 بگوی جوانمرگ شدی. خدا چند ساله ای؟ میگه خودم 500. من میپرسش نخواه همه عمری شما میخواه کم باشم؟ بله میگه محمد دراز عمرترین ما 70-80 عمر میبینن، نباشه اکثریت در همین 40-50 دنیا میگذرن میروه. آبا میگه همه عمری اندک کرایی میکنه که با تو سفر کنی و وقت بگذرونی. قسم به خدا اگر عمری ما 60 سال 70 سال میشید سر ما ای سجده الهی نمیبرداشت. میگه کمپیره بینه همین مردک هم از بنی اسرائیل 500 سال عبادت میکنه. وقتی که مردنش نزدیک میشه، مردنش اولیاء الله احساس میکنن، دعا میکنه که پروردگارو در وقتی سجده جان ما قبض کن تا اینکه فردا روز قیامت وقتی که بنده ها تا حشر میکنی من ای سجده بخیزم. در همین وقتی سجده بود که عزرائیل جانش قبض میکنه. در خبر است که وقت فردا روز قیامت خداوند حشر میکنه بنده هاشا، با این مرد عابد مراجعت میکنه که تو بسیار مرد صالح بدی، خدا ترس بدی، نماز خوان بدی، بیا با فضل من داخل جنت شو. این فضلش با قول امروزه چهره است قطعی. بیا بدو
این عابد میگه پروردگارا چرا به فضل؟ آخه به فضل همون گناهگارا هم داخل جنت میشوند. به فضل میبینم بعضی بینمازا هم داخل جنت شدستیان. من میخواهم به عدل بدرم، به حقیقت بدرم. آخه من غیر عبادت تی یگان کاری دیگه نکردم، با یگان عمل دیگه مشغول نبودم، نخواهم هم با چریز بدرم. حضرت خداونده میگه بسیار خوب، کوب بکشینش یک در ترازوی اعمال عملوش بگذاره. در یک پله ترازو 500 ساله عبادت عابد میمونن، در پله دیگرش فقط شکرگزاری ده چشم بیناره، ده چشم بیناره. 500 ساله عبادت شکری اما بیناییش نمیشه، شکری ده چشم بیناش نمیشه. پروردگار میگه اکبری در دوزخ برتوینش. حالی این شکری ده گوش شنوا و او زبان بلبل گویا و او قلبی از محبت خدا مالامال یو همش موندگی های. ولی شکرگزاری این چندین هزار اعضای بدن سالمه که خدمت او را میکرد، این ناسپاس انا را میزد خواب میکرد، بیچاره معده او را حل میکرد، هضم میکرد، سفیده استخراج میکرد، خون استخراج میکرد. همه ای را اگر حساب و کتاب کنیم، شکرگزاری این دندانایی که طعام میخویدی میده میشید، شکرگزاری اون لعابی را که ازیری زبانت آب میبروره تا اینکه لقمه تر شوه، اگر اون لقمه خشک در حلقت بروه هم حلقه میدرونه. ولی یوش حساب و کتاب نکردیم، ولی در دوزخ برتوینش. بعد گریه و ناله میزنم، پروردگارا عفو توبه کردم، با فضلت بگی. بعد میگه هی عابد، ترا کی عابد کرد؟ آخی در گرد دی قدر فاسقا زیاد بودن، ترا کی در همین راهی مستقیم هدایت کرد؟ میگه پروردگارا تو. آخی میگه خونه سوخته کشتی غرق شد، این قدر جوانای با قوت، این قدر مریکا همه بحر در غرق شدن رفتن، تو یک آدمی فرتود چه خیلی نجات یافتی؟ تو آوازی را نمیتونی، کی نجات داد؟ میگه پروردگارا تو. در یک جزیره که 100 زیرا در 100 زیرا یک تخت سنگی، این آب شیرین کی جوری کرد؟ میگه پروردگارا تو. آخی میگه ای جوان مرد، کدام درخت هر روز میوت میکنه؟ این درخت ها موسمی هن، یک موسمی پزنه به خشک میشوند. هر روز در او درخت انار را کی میسوزان؟ میگه پروردگارا تو. آخه همه را که من کرده باشم تو چی دعوا میکنی؟ همه از من بدست و برای چی میگم که با فضل ما داخل جنت چند میدرود؟ پس این هدایتی که ما و شما یافتیم، راهی مسجد خداوند برامون نشان داده است، در قلب و محبت نماز جا کرده است. قسم به خدا نعمت است که اگر تمام عمر شکرگزاری نعمت خدا را کنیم، ای هزار یک شکرش عدد کردن نمیتونیم. و قدر این نعمت باید برسیم برادر عزیز. قسم به خدا بسیار نعمتی بزرگ است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه اصحابش نشسته بود، حدیث امام مسلم روایت کرده است. گفت ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من الجنه و مقعده من النار. آگاه باشید گفت ای مسلمانان، هر کدام شما الک جات و تعیین، نام جنتی ها در صفحه جنت و نام دوزخی ها در صفحه دوزخ الک نوشتگی معین الک. صحابه گفتند یا رسول الله افلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل؟ ای پیغمبر خدا گفتند در این صورت عمل چی لازمه؟ توکل به خدا میکنیم، مادام که جای همه معلوم باشه همین توکل به کتاب ما میکنیم، دیگه عمل نمیکنیم، از این عمل چی فایده نباشه؟ حضرت گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. شما عمل کنید، گفت با هر کس همه عمل میسر میشود که خداوند از برای او خلقش کرده است. فمن کان من اهل السعاده فییسر بعمل اهل السعاده. هر کسی را خدای تعالی جنتی خلق کرده باشه با او عمل جنتی ها میسر میشود. وقتی نماز شد بی طاقت میشود، علامو دسترخوان پرناز نعمت میپرتویه و میگه عبادت خدا از همه اولاتر است و مسجد میشید. کسی را خدای تعالی جنتیش نوشته باشه از فسق فساد نفسش باز میداره. جوان است یک دخترک وقتی گپش میپرتویه ترس خدا در قلبش میافته و میگه خدا نگه بداره، حالا انشالله پدرم که زنم داد بعد به مرادم میرسم.
و من کان من اهل شقا فییسر بعمل اهل شقا. اما هر کسی را خدای تعالی دوزخی خلق کرده باشه، بعد انم نمازش دعوت بکنن، امروز پگاه میکنن، دلش میل به سوی شراب میکنن، دلش میل به سوی زنا میکنن. یک برادر یک روز نصیحت کردیم که برادر غیبت نکه، غیبت حرامه، غیبت خوردن گوشت برادر مسلمانه. خدای تعالی در قرآن صراحتا این را حرام حکم کرده است. گفت حضرت میدونم که غیبت حرامه، اینه که خونه سوخته دلی آدم روشن میکنه، غیبت دلی آدم روشن میکنه. خاک در همون دلی گفتم که غیبت او را روشن کنه. دلی مسلمان باید سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر روشن کنه. او دلی که به غیبت روشن میشه او دلی مؤمن نیست. اولی دیر نشید از توبه که چرا پروردگار غیبتی را که گناه کبیره است، عمل دوزخی است، اینقدر من معتاد هستم به او، عادت دارم، زبان ما از غیبت بسته نمیتونم. پروردگارو چرا این شراب حرامی که تو حرامش حکم کرده بر 10 وجه برای عرق لعنت گفته، دل من میکشه و میخرم. ولی که دیر نشید است توبه که و افاقه بیو، زیرا این دنیا زمین کشت آخرت های، بعد دیگه پشیمانی فایده نمیکنه. حضرت مولوی روم قصه میکنه، آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که بر سنجم زره. یک مسافر نزد یک زرگر میآید. زرگر هم میدونی اوخی، زرگرها ترازوهای مخصوص دارند، گرم اوس مثل کرات حساب میکنن، چند کرات. این کراتش هم قیراتی خدمونه، قیرات بسیار یک وزنی اندک های، چندین قیراتش با 1 گرم میشود. میآید میگه زرگر که برادر ترازو تبته طلا دارم، همه طلا ما بسنجم که چند گرم ای چند خواهد. گفت خواجه رو مرا غلبیر نیست. گفت میزان ده بدین تسخر ما ایست. گفت برادر برا که من علاق ندارم. گفت من ایتا ترازو پرسیده مسخره بازی نکن، علاق تای سرت مونا ترازو را بتین. گفت جارو به ندارم در دکان. گفت بس این مضاحک را بمان، من ترازویی که میخواهم بده خیشتن رو کر مکن هر سمجه. این مسافر قرش کرد، خونه سوخته. گفت کری دیوانه ای تو چی؟ من ایتا ترازو میپرسم میگوی علاق ندارم، جاروب ندارم، میمون بازی نکن بته طلاها ما بسنجم برم ای پشتی کارم. گفت بشنیدم سخن، کر نیستم، تو نپنداری که به معنی استم. امرده گفت اوسته نه درون من کر نیستم، میفهمم گفته این شنیدم، لیک پیری مرتعیش، دست لرزان جسمی تو نامنتعیش. شنیده استم گفته نه که ببینم که آخی تو پیر شدگی دستات می لرزه، دست اختره گرفته نمیتونی. وقتی 30 سال که حد گذشت، بعد او ایستامو عصبا ضعیف میشوند دیگه، آدم دست خیشت اداره کردن نمیتونه، دست میلرزه. آن زری تو هم قرازه خورد و مرد، دست لرزد پس بیریزد زری خورد. طیلات هم میبینم رنگ قمه، طیلایی که ای او بگیرنش عادتا بسیار میده میشود، ریزه میشود. خدای نکرده در ترازو میگوی بریزمش که دستت میلرزه، طیلاها را در روی زمین میچشونی. پس بگویی خواجه جارو بیار تا بیروبم زری خود را در غبار. و میگوی اگه برای جارو بیارده طلا ما بروبم بگیرم. چون بیروبی خاک را جمع آوری، گوییم غلبیر خواهم ایجا. خاک که رفتی گرفتی در سری دیلت میزنی آخی خاکا. میگوی اگه برای علاق بیارده ببیزمش. من زی اول دیدم آخر را تمام. من همین اول اندیشه را کردم که حتما همی خیل میشم. من زی اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر را از اینجا و سلام. برای پناه به خدا گفت که جای میره کسی ترازود میتابه نمیتونه. با حضرت مولوی شرح میته شعر، با شما را نصیحت میکنه، مغزی گپا میگه. ز ابتدای کار آخر را ببین، تا نگردی تا پشیمان یا امید. ای همه روز آخری کار تا اندیشه کن، تا اینکه با پشیمان نشوی. حتما پشیمان میشی،
حتی اهل جنت بر همون ساعتی که در دنیا بر اونا میگذره و در همون ساعت ذکر خدا را نکردیان پشیمانی میکنن، چه برسه بر این دوزخیا. ز ابتدای کار آخر را ببین، تا نگردی تو پشیمان یوم دین. هر کسی را بهر کار ساختن، میل آن را در دلش انداختن. خدای تعالی هر کسی را برای کار ساخته است، جنتی ها را برای جنت و دوزخی ها را برای دوزخ. گر ببینی میل خود سوی سما، گر ببینی میل خود سوی سما، بال میزن مثل آن مرغ هما. اگر ببینی که میل محبتت به سوی اسلام ای، به سوی آخرت ای، به سوی نماز ای، به سوی روزه ای، خشا به حالت در راه درستی، راه درستی. متاسفانه منافقا میگن که کی رفت به دوزخ، کی آمد ز بهشت. کسی به دوزخ جنت نرفت است مگر پیغمبرها را بعضش خدای تعالی جنت از دوزخ نشان نداد؟ مگر پیغمبر امام محمد صلی الله علیه و سلم خداوند نبرد هم دوزخ هم جنت نشان داد تا برای ما و شما بیانش کنه؟ مگر خدای تعالی در قرآنش وصف جنت و دهشت دوزخ بیان نکرده است؟ کسی همین گپ میگه، نعوذ بالله خوف کفر بر او مرد میروه، خوف شرک میروه. انمی عملت بیانگر تای. از کجا میدونی او چی کسی؟ از عملش میدونم، از عملش. با همون عمل اگر انشالله مرد، مادام که اهل مسجد بود، مادام که اهل ذکر بود، مادام که شکرانه نعمت خدا را میکرد، مادام که وقتی که پولش به نصاب رسیده بود زکات مال خدا ادا میکرد، پس طبق وعده خدا و پیغمبر این مرد جنتی ای. گر ببینی میل خود سوی سما، بال میزن مثل آن مرغ هما. مرغ هما را میدونه نه؟ مرغ بخت، مرغ دولت. در قصه ها اومده است که زمانهای پیش اگر پادشاه نخست میمرد، فرزند که نمیداشت، بازی مخصوص بود است، مرغ هما میگن، بازی دولت. همون را میپرتوفتیم در هوا، چرخ میزده است، چرخ میزده است در کتف کسی که میشیشته است، همون را پادشاه تعیین میکردیم. اگر به شرطی که میل تا به سوی عبادت خدا میبینی، خشا به حالت شادی کن، انشالله در راه درستی، راه تا ادامتی. ور ببینی میل خود سوی زمین، نوحه میکن هیچ منشی نسمد. اما اگر میل محبت به همین زیناکاری دیدی، به ریبا خوری دیدی، به حرام خوری دیدی، به شراب نوشی دیدی، حالی هم دیر نشد از توبه که پروردگارا از من چی گناه گذشته است که اینقدر دلم سخت چیده، از من چی گناه گذشته است که محبت به نمازی تو ندارم، محبت به روزهی تو ندارم، محبت به عبادتی تو ندارم. حالی که دیر نشد از توبه کن. پس این هدایتی که خدا برای ما و شما داده است، قسم به خدا واقعا باعثی تقدیر است. خشا به حال ما، خاصتا ما مسلمانان، چی دولتی بزرگ داریم، چی نعمتی بی بها داریم که پروردگار متعال به یگان محنت و مشقت ما و شما را مسلمان خلق کرده است. یکی از سبب‌های اون که بسیاری برادران به قدر این نعمت نمیرسند، به قدر اسلام نمیرسند، همین است که مفت یافتیانش، یگان مشقت نکشید. پدر و مادر مسلمان تولد چه کرده است؟ ای گرانجان خار میبینی مرا، زان که بس ارزان خرید استی من. تو میگم او را خار میبینی برای که ارزان و مفت دستت اومده است. اگر مشقت میکشیدی به قدر نعمت میرسیدی. در بعضی مسجدها میرای اعلان میشود که امر معروف، نیمی مسجد میبرویند میروند. او به قدر این نعمت نمیرسند، به قدر امر به معروف و نهی از منکر نمیرسند. اگر اونا معنای ای را میفهمیدن، ای چی نعمت بدنش میدونستن، در نماز جمعه میرفتن اندک دیرتر که در دروی مسجد جاشونه میرسید، در بالای افتابی تفسان میپرتفتن جاشونه، مردم هم میدیدن که با چی شوق رغبت گوش میکردن، بعد به قدر این نعمت میرسیدن. اگر اینو در مملکت زندگی میکردن مثل ازبکستان که امر معروف و نهی از منکر معنی اجازت گپ زدن از اسلام نمیتن شو، بعد به قدر این نعمت میرسیدن. افسوس که مفت به دست اومد است، به یگان مشقت. چیزی که مفت بیاید
متاسفانه مردم به قدرش نمیرسن. قدر اسلام از مردای بپرسه که بعدا مسلمان شدن که چی نعمتی بزرگی، چی دولتی بزرگی. در هندوستان یک زمانه همو در هنگام اجتماع تبلیغی ها یک امریکایی از جاش میخیزه، یک امریکایی زنگی نیگر میگه السلام علیکم ایها قوم الظالمین، سلام بر شما ای ظالمان، ای قوم ظالم. هم حیران میشوند که سبحان الله، آخی در اینجا مسلمان ها جمعن، داعی ها جمعن، این خطا کرده باشه باز تکرار میکنه. بعد میگن تو چی گفتستی؟ با جای مسلمین بگوی ظالمین میگوی. گفته مردم من در 45 رسیدم نو فهمیدم که اسلام چی است. 45 سال عمر من بر عباس رفته است. در 45 سال یک آدم یافت نشد که بیاید بگه که ای برادر در روی دنیا دین اسلام ای، این ای قرآن بزرگ شای، پس شما ظالم نیسته چیه؟ پدر و مادرم با کفر از دنیا رفتن، به ایمان از دنیا رفتن. یک نفری شما پیدا نشید که بیاید بگه که ای مردم این دین مبین اسلام، شما در گمراهی و ضلالت، شما مشرک شده ای، اگر چند اهل کتاب هسته اما شما کافر کتابیه، این نجات، این خلاصی از دوزخ، به ایمان از دنیا رفتن. شما ظالم نیسته چیه؟ در روی دنیا میلیاردها مشرکا زندگی میکنن، پروا نداره شما. دین حق، مذهب حق، راه حق، اما در پهن کردنش، در انتشار دادنش دست بالای دست نمیگذاره. ظالم نیسته چیه؟ راستو گفتم. سلام بر شما ای